پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله احد معادل با 1/3 قرآن. این سوره اسمش سوره اخلاص هست، سوره توحید هم هست. معانی این سوره کوتاه معادل کل قرآنه. اگر کسی 3 بار قل هو الله در روز بخوره ثواب کامل 1 ختم کامل داره، یعنی 3,210,000 حسنه. چون هر ختم قرآن 3,210,000 حسنه، 321,000 حرفه، هر حرفی 10 حسنه. چقدر ما بدبخت باشیم، شقی باشیم، محروم باشیم، تنبل باشیم، بیچاره و دربدر و مفلس باشیم که در 25 ثانیه نتونیم یه خط بکنیم. با کی طرفی؟ اعمال کم پاداش بزرگ.